خب این چه زهر ماریه؟ من ریدم تو 1 میلیونی که تو میخوای به من بدی. امروز همه حسای فریو ازش گرفتیم و قراره فقط و فقط از حس چشایش استفاده کنیم. حالا در چه مورد؟ باکسی که دست دوستمون پشت سر ایستاده پر از چرت و پرته که فری قراره حدس بزنه اونا چی هن؟ و اگر 3 تا رو درست حدس بزنه مبلغ 1 میلیون تومان من بهش جایزه میدم. خدایی میدی یا داری چرت و پرت میگی؟ میخوای اذیت کنی؟ نه واقعا میدم. خب بریم که داشته باشیم. سرم کندی. خب صدای خوبی داره. کافیه. فکر کنم فهمیدم چیه. آی این خوشمزه است. چیه میدی؟ این چیه احمق؟ باز کنم چشمو؟ باز کن چشم. خدا لعنتت کنه بی شرف. نگاه لیمویی آشغال. خدا نشناس. من فکر کردم این خامه ای چیزیه. من ساده احمقو بگو. وجدانت میذاره من اینو بخورم؟ لعنت باشه. بریم واسه تست بعدی. اگه آشغال باشه ول میکنم میرم با خدا. خوبه بده یکم دیگه. حالا حدس بزن که چی بود؟ بله پاچه. خب نودله دیگه. بریم واسه تست بعدی. آشغال عوضی هم طالبی هم. آفرین یکم درست هست. دستمال ببینم. آشغال تو زندگی مخیص کردی. این ویدیو خود تموم میشه. سگ بگیرت تو. بریم واسه تست نهایی که خفن ترین خوراکی میتونه اگه باشه. اینو هل دادی تو دهنم پا میشم چپ و راست. این چیه؟ چه نرمه. این چی بود؟ یعنی تو دیگه آدم آشغال تر از تو من ندیدم. خب این چه زهر ماریه؟ من این پختشم نمیخورم. چه برسه خامش. نگاش کن. اینه من گاز زدم. لعنت بشی من ریدم تو 1 میلیونی که تو میخوای به من بدی. بذاری سر قبرت آشغال عوضی.